سلام، من از شیراز تماس میگیرم. خواستم از برنامه بسیار زیباتون تشکر کنم، این که چشم من رو واقعا باز کردید در مورد آخوندا یا مداحایی که خیلی وقتا شاید حتی خود من پای منبرشون بغض میکردم، گریه میکردم، ولی همون صحبت ها رو با تطابق دادن به قرآن مجید نشون میده که اصلا نه اینکه بغض داره گریه نداره، حتی گاهی خنده‌دار هم هست. و یکی از علتهای این که شبکه شما برای من جذاب بود این بود که صحبت‌های این آخوندها و خیلی کسای دیگه حتی آخوند هم نبودن صحبت می‌کردن، از یک صحبت‌های من درآوردی رو به خورد ما می‌دادن. متوجه شدم که اینها اصلاً صحیح نیست به گفته خود قرآن مجید. بسیار متشکرم، امیدوارم که عمرتون با عزت باشه. خدا نگهدار. تشکر از شما خواهر گرامی. الله متعال به شما صبر و ثبات و پایداری در این راه نصیب بکنه و ما رو هم از این اجر و ثواب بی نصیب نکنه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی چشم و گوش همه کسانی که گرفتار این خرافات و خزعبلات آخوندها شدن رو مثل شما باز بکنه.